درود. من علی نیکختر هستم، میزبان شما در دیسترو بلاگ. جایی برای گفتگو و آگاهی در مورد بیماری‌های عصبی مایچه‌ای. امروز میخوام با هم یکی از تازه‌ترین و مهمترین مقالات درباره عملکرد دیستروفین و بازسازی مایچه رو بررسی کنیم. مقاله‌ای که همین تازگی‌ها در یکی از مجلات معتبر علمی منتشر شد. اگه با بیماری دیستروفین مایچه‌ای دوشن آشنایی داشته باشین، حتما اسم دیستروفین براتون آشناست. این پروتئین نقش اصلی در حفظ پایداری فیبرهای مایچه‌ای داره و نبود اون باعث تحلیل تدریجی عضلات میشه. اما سوال اینجاست، آیا نقش دیستروفین فقط در ساختار فیبر مایچه خلاصه میشه؟ این مقاله دقیقاً به همین پرسش پاسخ میده و جوابش هم بسیار جالبه. نه فقط فیبر مایچه، بلکه دیستروفین در سلول‌های بنیادی مایچه و همچنین در نورون‌ها و حتی سیستم ایمنی هم نقش حیاتی داره. این مطالعه توسط یک تیم برجسته علمی انجام شده که رهبریش رو دکتر متیو اس الکساندر بر عهده داشته. پژوهشگر و نورولوژیست برجسته از دانشگاه آلاباما در برمینگام امریکا. سال‌هاست داره روی درمان‌های ژنتیکی برای بیماری‌های مایچه‌ای کار می‌کنه. از میان نویسندگان مقاله نام‌های خیره کننده دیگه هم از جمله دکتر لوئیس ام کانکل از دانشگاه هاروارد در بیمارستان کودکان بوستون دیده میشه. دانشمندی که در دهه 1980 ژن دیستروفین رو کشف کرد و از پیشگامان جهانی در حوزه دیستروفی دوشن محسوب میشه. فکرشو کنید، طرف کاشف ژن دیستروفینه. توی این مقاله دانشمندان شهره دیگه هم پژوهش کردن. نام‌های آشنایی همچون دکتر کارن اسر، استاد برجسته دانشگاه فلوریدا، استاد فیزیولوژی و پیری شناسی از دانشگاه فلوریدا ایشون در زمینه عملکرد مایچه‌های اسکلتی، فیزیولوژی سلولی و نقش ساعت زیستی در مایچه‌ها تحقیقات ارزشمندی انجام داده. دکتر استر از چهره‌های تاثیرگذار در درک عملکرد سلول‌های مایچه در شرایط بیماری و سالمندی محسوب میشه. حضور همزمان این پژوهشگران مطرح نشون میده که این مطالعه نه تنها از نظر تکنیکی قویه، بلکه از نظر مفهومی هم یکی از عمیق‌ترین بررسی‌ها در زمینه نقش دیستروفین در سلول‌های بنیادی مایچه به شمار میره. اگه دوست دارید با پژوهشگران این مقاله و یا صدها دانشمند دیگه‌ای که عمرشون رو وقف بهبود کیفیت زندگی کودکان دیستروفی کردن آشنا بشید و یا از صدها مقاله که من درباره پژوهش‌های این عزیزان نوشتم مطلع بشید، توصیه می‌کنم که از سایت من nikilab.net دیدن کنید. برگردیم به پژوهش. پژوهشگران توی این مطالعه به بررسی یک فرضیه بسیار مهم پرداختن. اگر فقط در سلول‌های بنیادی مایچه یا همون سلول‌های ماهواره‌ای دیستروفین حذف بشه، چه اتفاقی برای بازسازی مایچه میفته؟ ما می‌دونیم که فیبرهای مایچه در افراد مبتلا به DMD به دلیل نبود دیستروفین تخریب میشن، ولی مشخص نیست که آیا خود سلول‌های بنیادی هم به دیستروفین نیاز دارن یا نه. برای بررسی این موضوع اونها یه مدل موش خاص طراحی کردن که توش دیستروفین فقط در سلول‌های ماهواره‌ای حذف میشه و نه در فیبرهای مایچه‌ای موجود. برای اینکه دیستروفین فقط در سلول‌های بنیادی مایچه یا همون سلول‌های ماهواره‌ای حذف بشه و نه در کل بدن یا در فیبرهای مایچه، محققان از یک روش ژنتیکی دقیق به اسم سیستم CRE/LAX-P استفاده کردن. در این روش ژن دیستروفین به صورت DMD فلاکس طراحی میشه که یعنی به شکلی که فقط در حضور آنزیم کری میتونه غیر فعال بشه در همون اندام خاص. حالا برای اینکه این آنزیم فقط در سلول‌های ماهواره‌ای فعال بشه، از یک خط ژنتیکی به نام PAX7-CRE-ERT2 استفاده کردن که فقط در این سلول وجود داره و تنها زمانی فعال میشه که به موش دارویی به نام تاموکسیفین داده بشه. بنابراین با تزریق تاموکسیفین کری فعال میشه و ژن دیستروفین فقط در سلول‌های ماهواره‌ای خاموش میشه، بدون اینکه به فیبرهای مایچه بالغ و یا بقیه بافت‌ها آسیبی وارد بشه. حالا برای ارزیابی این سلول‌ها مایچه تیبیالیس قدامی یا TA در موش‌ها با کاردیوتوکسین آسیب دیده شد.
این سم باعث از بین رفتن فیبرهای مایچه‌ای میشه و نیاز به بازسازی توسط سلول‌های ماهواره‌ای داره. نتایج واقعا جالب بود. در مشاهده که دیستروفین در سلول‌های ماهواره‌ای حفظ شده بود، بازسازی مایچه به خوبی انجام شد. ولی در مشاهده که دیستروفین فقط در سلول‌های ماهواره‌ای حذف شده بودن، بازسازی مایچه به شدت مختل شد. فیبرهای جدید ساخته نشدن، تعدادی از هسته‌ها در موقعیت مرکزی باقی موندن و الیاف جدید به درستی شکل نگرفتن. پژوهشگران این پروژه دیدن که در نبود دیستروفین سلول‌های ماهواره‌ای نمیتونن درست تقسیم بشن. قدرت تمایزشون به سلول‌های مایچه‌ای کم میشه و همچنین بیشترشون به مسیرهای غیر مایچه‌ای منحرف میشن و یا میمیرن. بررسی‌های ایمونوهیستوشیمی نشون داد که تعداد زیادی از سلول‌های ماهواره‌ای در مرحله G1 در تمایز میمونن و نمیتونن وارد فازهای بعدی بشن. اجازه بدید این قسمت رو یکم بیشتر باز کنیم. برای اینکه مایچه بعد از آسیب بازسازی بشه، سلول‌های ماهواره‌ای که نوعی سلول بنیادی هستن باید از حالت استراحت خارج بشن، تقسیم بشن و به سلول‌های پیشساز مایچه‌ای و در نهایت به فیبرهای جدید مایچه تبدیل بشن. این مسیر چند مرحله داره. مرحله G1 سلول تازه وارد چرخی تقسیم شده، آماده میشه که به مرحله S یا همون رونویسی DNA بره و مرحله تمایز که وقتی سلول تصمیم میگیره به سلول مایچه تمایز پیدا بکنه، مایوجنیک دیفرنشیشن یا تمایز صورت میگیره و به سلول مایچه تقسیم میشه. محققان با استفاده از رنگ‌آمیزی‌های ایمونوهیستوشیمی بررسی کردن که سلول‌های ماهواره‌ای در کدوم مرحله از چرخه سلولی قرار دارن و آیا مسیر تمایز رو طی میکنن یا نه. نتایج نشون داد که در موش‌هایی که دیستروفین در سلول‌های ماهواره‌ایشون حذف شده بود، تعداد زیادی از سلول‌ها در مرحله G1 متوقف شدن. یعنی اونها چرخه سلولی رو شروع کرده بودن ولی نمیتونستن وارد مرحله بعدی مثل سنتز DNA یا تقسیم بشن. همچنین برخی از اونها وارد مسیر تمایز هم نمیشدن و در یک وضعیت گیج کننده و ناتمام باقی میموندن. حالا اصلا چرا این مهمه؟ این یافته‌ها نشون میده که دیستروفین نه فقط برای ساختار سلول‌های مایچه بلکه برای هدایت عملکرد سلول‌های بنیادی هم حیاتیه. بدون دیستروفین این سلول‌ها نمیتونن تصمیم بگیرن که تقسیم بشن، تمایز پیدا کنن و یا اصلا کاری نکنن و از بین برن. به این حالت در زیست شناسی میگیم سل سایکل ارست یا توقف چرخه سلولی. در بخش دیگه از این مطالعه محققان با استفاده از بررسی‌های RNA-seq یا همون RNA سکونسینگ حذف دیستروفین در سلول‌های ماهواره‌ای رو بررسی کردن که ببینن چه تغییراتی در بیان ژن‌ها ایجاد میکنه. نتایج نشون داد که ژن‌های مربوط به تمایز مایچه مثل مایو-دی و مایوجنین کاهش چشمگیری داشتن. مسیرهای سیگنال دهی مثل ناتچ، WNT، TGF بتا دچار اختلال شدن و بیان ژن‌های مربوط به سلف رنوال و حفظ حالت استمنس نیز کم شد. این داده ها نشون داد که دیستروفین به نوعی در تنظیم تعادل بین تمایز و خودنوسازی سلول‌های ماهواره‌ای میتونه نقش داشته باشه. پژوهشگران این پروژه سلول‌های ماهواره‌ای رو جدا کردن و در محیط کشت هم بررسی کردن. نتیجه این بود که حتی خارج از بدن سلول‌هایی که دیستروفین نداشتن رشد نکردن، ضعیف تمایز پیدا کردن و قدرت ادغام با فیبرهای مایچه‌ای رو نداشتن. تحلیل تک‌سلولی هم نشون داد که تغییرات اپیژنتیکی و تنظیمات بنیادی در سلول‌های بدون دیستروفین رخ داد. و این تغییرات فقط یک اثر ثانویه نبودن بلکه ذات عملکرد سلول رو مختل کرده بودن. نکته جالب این بود که فقط حذف دیستروفین از سلول‌های ماهواره‌ای به تنهایی کافی بود تا پدیده مشابه دیستروفی دوشن ایجاد کنه.
یعنی حتی اگه دیستروفین در فیبر ماهیچه‌ای وجود داشته باشه، حذف دیستروفین از سلول‌های ماهواره‌ای به تنهایی کافی بود تا پدیده مشابه دیستروفی دوشن ایجاد کنه. یعنی حتی اگه دیستروفین در فیبر ماهیچه‌ای وجود داشته باشه ولی سلول‌های بنیادی نتونن به درستی عمل کنن، بازسازی ماهیچه به خطر میفته و روند بیماری تشدید میشه. اما داستان فقط به عضله ختم نمیشه. یکی از جذابترین بخش‌های این پژوهش بررسی عملکرد دیستروفین در مغز، به ویژه در سلول‌های پرکینژ مغز بود. محققان با استفاده از خط کری مخصوصی به نام PCP2 کری دیستروفین رو فقط در نورون‌های پرکینژ حذف کردن. و جالبه که بدونید حذف دیستروفین در این نورون‌ها منجر به رفتارهای مشابه اوتیسم در موش‌ها شد. در تست‌های رفتاری موش‌ها علاقه‌ای به تعامل اجتماعی نشون ندادن، حافظه فضاییشون در تست‌های مثل وایمز و موریس واترمز به طور محسوسی کاهش پیدا کرد و حتی در تشخیص اشیاء جدید هم عملکرد ضعیفی داشتن. این یافته‌ها دقیقاً با علائمی که در 1/3 از بیماران DMD در طیف اوتیسم دیده میشه همخوانی داشت و این پیام مهمی داره. دیستروفین فقط برای عضله نیست، بلکه برای عملکرد مغزی و رفتاری هم نقش کلیدی داره. پس درمان‌هایی که فقط روی بازسازی عضله تمرکز دارن ممکنه اثرات مغزی بیماری رو نادیده بگیرن. این یعنی برای درمان کامل DMD باید راهی برای رسوندن ژن درمانی به مغز هم پیدا بکنیم. بخش جالب دیگه که از این مقاله رو باید براتون توضیح بدم، بررسی حذف دیستروفین در دوره جنینی و دوره بزرگسالیه. در مدل‌هایی که دیستروفین در ابتدا در عضله وجود نداشتن، تحلیل عضلانی مشابه مدل MDX بود. اما در مدل‌هایی که دیستروفی به صورت شرطی حذف شده بود در بزرگسالان اثرات خفیفتری دیدیم. نکته جالب اینه که حتی بعد از گذشت 2 ماه از حذف دیستروفین باز هم پروتئین دیستروفین در عضلات وجود داشت. این یعنی پروتئین دارای نیمه عمر طولانیه و این یافته در طراحی درمان‌هایی که بعداً بهشون میرسیم مثل درمان‌های آنتیسنس خیلی مهم. در آنالیزهای RNA-seq هم دیدیم که بیش از 6200 ژن به طور معنادار در عضلات دیستروفین ناک اوت شده تغییر کرده بودند. ژن‌های التهابی مثل NAS2 افزایش پیدا کرده بود و ژن‌های مهمی در مسیر TGF بتا، ECM، TGF-B1 و COL4A4 مختل شده بودند. این نشون میده که نبود دیستروفین حتی در سطح مولکولی یک آشفتگی کامل در شبکه سیگنال دهی ایجاد میکنه، چیزی فراتر از اینکه فقط یک نقش مکانیکی در عضله داشته باشه. به طور خلاصه این پژوهش چند پیام کلیدی داره. دیستروفین نه فقط برای ساختار عضله بلکه برای عملکرد سلول‌های بنیادی و نورون‌های مغز ضروریه. حذف دیستروفین از سلول‌های بنیادی و نورون‌های خاص به تنهایی میتونه علائم شدید دیستروفی و رفتاری مشابه اوتیسم ایجاد کنه، حتی اگه در فیبرهای ماهیچه‌ای همچنان دیستروفی وجود داشته باشه. برای درمان DMD فقط بازسازی عضله کافی نیست و باید به سراغ مغز بریم، سلول‌های بنیادی و حتی سیستم ایمنی. در کل نتیجه اصلی این پژوهش فوق‌العاده رو میتونیم اینجوری ببینیم که دیستروفین فقط برای پایداری فیبر ماهیچه نیست. در مرحله بسیار اولیه بازسازی ماهیچه، یعنی زمانی که سلول‌های ماهواره فعال میشن، وجود دیستروفین برای تصمیم‌گیری سلول در اکثر موارد مثل تمایز، ترمیم و بازسازی مهمه. نکته دیگه که بخوام بهتون بگم اینه که این تحقیق ما رو وامی داره که یک بار دیگه به درمان‌های آنتیسنس فکر بکنید. اگه این ویدیو براتون مفید بوده لطفاً لایک بکنید، کانال سابسکرایب بکنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید تا ما هم انرژی بگیریم و یادتون نره رویای من تجسم لبخندی بر لبانتون.